زود کشته پرتوید این را. اگر مرا کشتی پیکاستو را زنده نمیماند کایا. کار کرده جانی بقدرت را میگیرد. پیکاس من بعد با من 5 متر نزدیک شده نمیتواند. نفشو کشید این خزنده را. کایا من برای تو همه ای کار را کردم. من نمی بودم تو هیچ بودی. تو را دائما محافظت میکردم. بالو پرد شدم. من نمی بودم تو در کجاها بودی؟ در بین افلاسی ها زندگی میکردی. همین از منت داری. آدمان دور به خود چگونه سخنهای معنیدار دارند. چیست محترم اینک؟ دیروز بود، امروز. ماند من روم. دوباره مرا نمیبینی. از اینجا گریخته میروم. تو خود انتظار نیستی که باورت میکنم. در این دنیا سید رو به دست گرفتی حلش میکنی، وگرنه او تو رو حل میکنه. خواهش میکنم کایا با حالم گذار. از این پس با تو کار ندارم. التجا میکنم. نه خطایی کلان کرده ایستاده. اگر خطا باشد از جانب ما نیست. قرار انجمن. زود باشه. ببینم که در اینجا بادی سمون ببازد. میندگی خط بست. تو حالا هم سرود دستاشت را ترنم میکنی ایار. یگید پرونت شدو رو. یاریده به من. این از کجا پیدا شد؟ از کجا دادم؟ هر دوی همان را بکشم. مینک دیگر ایراجه نداره. اکنون آدم بر این برا. آدم میدیم که به عذاب بکشم. یاریده باز هم تستر. باید به قصر سمی هر چیز زودتر برسیم. حیات پیسکار در خطر است. زودتر. احمقی بی حیا. همه همان روی راست فروخت. یعنی که همه این کارهایت را جبران میکنی. چرا تا حال صورت تستر نشد؟ من به شما میگویم زودتر باشید. زودتر. مینی اگر یگیت این آدم ها را کشد پس ما در بلا میمانیم. زودتر از اینجا باید برای. پیسکار چی؟ او چی میشود؟ زودتر دو. تیزتر از اینجا باید گریزیم. میلش. دو. زودتر باش. یکی نگریزن. نگذار که گریزن. آماده ای شده از کنیک بین. نمیدونم. کنیک بین. چرا خودت نمیبینی؟ از اینجا دور شویم. در را زودتر کشا در را. تست کن. زودتر های که ماشین هایی کن. خواهی که عاقبتت مثل دوستانت نشود. سلاحت را مانده برا. نمیپرتایم. خودت آمادگی. خیر از خودت گیله کن. چه شد؟ با فکرم در درون آب تر کردی. تو از اول افلاس بودی، حاضر باز افلاس تر شده ای. یاریده
ما رو از اینجا برو. تو با فکرم شوخی میکنی. از این پس با تو در یک قطاره. تا این اندازه بی عقل بودنت رو نمیدانستم. شوخی نمیکنی؟ جدی میگویی؟ البته جدیم. از این پس دست به دست شده نابودشون میسازیم. در برات میشوم. راست میگویی؟ دستت رو دراز کن. بیا. تو چی کار میکنی؟ شوخی میکنم. جانی مرا خلاص کردی. دیگر هرچی خواهی میکنم. مرا از اینجا بران. حیاتت را نجا دادم، زیرا تو را کشتن میخواستم. من آسان مردن تو را نمیخواهم. تشکر بگید. صدقاً از تو مینت دارم. تو مرا نادرست فهمیدی. مردن تو را نمیخواهم، یعنی نمیخواهم که کسی دیگر تو را کشد. سایه تو منم، میفهمی؟ تو را بغیر من کسی دیگر نباید کشد. پیسرگان التماسی گید گوش کن. اگر با من شوی همشون رو نصف میکنیم. برای این کار هرچی خواهی میکنم. تنها مرا نکش. یکم کس تعقیب دارد. نه کسی نیست. خوب نگاه کن، خوب نگاه کن. نگفتم کو خوب ترسانچک بوده ای. کی؟ من؟ این احوالات را بین، حالا هم لرزیده ایستاده ای. نه ارتباطی ندارد. این از ترس نیست. این از دیشب کم خوابی کردم. از همان حساب. البته راست میگویی، راست میگویی. الو من سمی. در خانه من وضعیت بد شد. پیسگار را میکشتم که یگید آمد. محافظان را کشت. احتمال است که پیسگار را کشته باشد. مرا چی کار میکنی؟ اول آبازی را یاد میدهم، بعد غرق شدن. ایستگید ایست. هرچی خواهی میکنم. من با تو دوست بشوم. نکنیگید. دشمن های تو دشمن های من میشوند. من تنها یک دشمن دارم، آن هم تو هستی پیسگار. دیگر خونبه های پدرم در زمین نمیماند. هر دویشون تازه. باری آخر را میپرسم، یکی در کجاست؟ بگوید. گفتیم که ندیدیم. دروغ میگویند سردارم. یک جویه بودند. گوش کن دوستم، مانع کرده ای. چرا اینقدر اکراه میکنی ها؟ خیری، به این هم تو رو دیدن نمیخواهم. باز مسخره میکنی، سرت رو پاره میکنم. سرکمی سر میمدو. من شما رو دست نزن. من با شما کی دروغ گفته بودم؟ تو کی راست گفته بودی خیری؟ الافتراء الکبیر و دهی سویزن العجایب. یعنی آمین. همین خیلی. زباندان ترکی رو از خود کردی، باز عربی مان. یعنی گویا دیگه در کجاست؟ اگر دستگیر کردنی باشه دستگیر کن، وگرنه اجازه دید رویم از اینجا. خیری، یا اینکه حاضر گپ میزنی یا برای مشغول کردن عدالت و دروغگویی بر امنیت بازدارت میکنم. سرکمی سر تو از کدام عدالت سخن میگویه؟ بوبینه که یکیت خودش رفت برای انجام کاری رفت که شما نتوانستید. فهمیدید؟ برای نصف کردن ارکین کندو رفت. تو چه ها میگویی؟ اندو ایست. سردارم چرا ایستم؟ اجازه ده که بی‌تربیه رو درسش رو دهم. اندو با تو ایست گفتم. ما پلیسی دست بردار نیستیم، بلکه دست والا کنیم. سر دید اینها رو. اطاعت سردارم. اگر اگه تو شناخته من با اینها بوده باشد هم و اینها چیزی نگفته است. گفته باشد هم الکه دیر شده است. تشکر سردار. باور کنید اگر میدونستیم از کمک کردن شد می‌شد. البته شبهه ندارم آقای ثابت. نوبت شما هم یگان روز می آید. همه وقت در خدمت شما هستیم سردار. خیر سردار، با اجازت شما میرم. امدو دنبالشون شو. با عقل خودشان ما را فریب کردنی. فهمند هم تعقیبشان بکن. بگذار دانند که همیشه در تعقیبشانیم. اطاعت سردار. بیایید رفتیم بچه ها. اطاعت سردارم.
یگید التجا میکنم مرا گوش کن. آوازی گوش خراشت رو زیاد گوش کردم پیشتگار. دیگر طاقت شنیدن سفسطه ها را ندارم. حق هستی مرا بکش، لیکن از کشتن من چی فایده؟ هیچ چیز، فقط خودم را راحت تر حس میکنم. لیکن از گفته هایم بسیار فایده میگیری، برای هدف هایت قدم های بزرگ میگذاری. فراموش مکن یگید، کشتن من چیزی را عوض نمیکند. باور کن مرا، به این هم ارکن کندو نفر را به جای من میگذارد. پیسگار میرود، اژدهار میآید. کدام حیوان را که به جای تو گذارند گذاشتن گیرند دیگر برای من فرق ندارد. پیشتگار، من تنها دنبال گرفتنی قصاص و خونبهای پدر هستم. با کشتن تو قصاص نفری را میستانم که وطنش از همه چیز زیادتر دوست میداشت. فهمیدی مرا؟ اینجا بیا. بله راست میگویی، پدرت را خیانت کردم، لیکن نمیفهمی یگید من فرمان بردارم. باری هم فکر نمیکنی که امر کشتار پدرت را کی داده است؟ من این را خود سرانه قرار داده نمیتوانستم. مرگ تو این مرگی آنها هم است. تو و تو بر این مخلوق ها باید بمیرید. پیشتگار، آن سازمانی را که با آنها سگی میکنید و نمایندگی دارید عاقبتش همین است. با کشتن تو قصاص پدر و تمام فدایان وطن را میستانم. تو قصد یگان نفری رو نمیگیری، خودت رو فریب نکن. با این عقلت عاقبت کسی رو آورده نمیتوانی. کی پروای غم منی پیاده رو دارد؟ در دستشون ده ها هست. از عقب من شاه هست یگید. بازی شahmat که تمام شد، هم شاه و هم پیاده را به قوطی جا میکنم. بازی تمام شد. یگان چی رو نمیفهمی؟ همین خیل باشد مرا کش. این کار را برای انجمن بزرگ میکنی، بالای نان آنها روغن میمالی. حالا هم نرسیدیم. قریب که رسیدیم سردارم. یک لحظه، خانه سمی در این طرف نیست. آخر به کجا می رویم؟ هر تا سلاحت را، فکر حرکت های نادرست را نکن وگرنه در پیشانیت تیر میخوری. احمق ها، سگان بی ناموس، همین قدر ارزان شده است این کارها. معلوم می شود که شما را هم خریدند. ماشین را نگه دار. زود از ماشین فرا. همتون راز کوچه جمع کردم، آدم کردم، خوراندم و پوشاندم. همین است می نداری. به چند فروختید مرا؟ با پولی خوب. از خیال کرده ما قیمت‌تر بوده ای. انجمن بزرگ را کی داره میکند؟ کی؟ قاتل اساسی پدرت. چیستند آنها؟ در کجایند؟ این قدر آسان نمی شود. وعده ده که مرا سر میدهی، بعداً میگویم. جای آنها را به من بگو. میگویم. بگو. وگرنه تو را در همینجا میکشم. در همینجا. بگو زودتر. اول وعده ده، بعد میگویم. از این پس تا آخری عمرت چون خائن عمر به سر میبری. تا دم مرگ این داغ شما را ترک نمی کند. خواتیر نشو، کسی نمیداند. همتون به این کارتون جواب ندید. در این دنیا جزای خائن تنها یک نمود است، مثل سگ مردن. قبل از آن دمت را گیر. بزنو. گبزن میگویم. آخرین بار میپرسم. یا میگویی یا در همینجا میمیری. مایلش میگویم. کاری دیگری میکنیم. مایلش چیزی نگو. مرا آنجا ببر. فهمیدی مرا؟ به این هم تنها رفته نمیتوانی. آنجا را خربی یک لشکر محافظت میکند. نزدیکی در شدی تو را میکشند. گوش کن، ما از در نمیتوانیم. تو فکر آن را نکن. ابله بزنشین میگم. بزنو.
بیستید من یکان گناهی ندارم باور کنید من یکان گناهی ندارم من هم باور کردم تو کی را فریب میدهی بگو امر را از کی گرفتی نمیدونم بگو امر را از کی گرفتی گفتم اگر بگویی زنده میمانی کیامینیک خواهش میکنم مرا با مهمانخانه بر ببخشید وقت زیاد ندارم برای چنین خیانتکارها کمک بکنم باید پسگار تا حال زنده مانده باشد طاقت کن سردارم کیامینیک رسیل جواب این کار را نمیدهی یگید به مکان رفتمان ممکن نبرایی جای رفتمان ممکن برای دوزخ باشد آقای پیسگار تو فقط فکر خودت را کن پیسگار به این هم من عذاب دوزخ را میکشم یک طرف شو و یک طرف یگید با تو جایشون رو میگویم مرا همراه نکن سرد روم بسیار میخواستم اما نمیشود تو هم همراه آنها باید بسوزی من هم میسوزم تو چه گفتنی هستی؟ آن روزی که از سوزاندن خودداری کردم خودم را زیاد ملامت کردم سخنی نجی سردار مرا وادار ساخت که همان لحظه به دستی عدالت سپردنی تو را قابل قبول حسابیدم حاضر میدانی به کجا میرویم؟ به کجا؟ برای سوزشواری سوزشواری؟ یکی چه ها گفته استاده ای؟ کدام سوختار؟ کدام آتش؟ این آتش محبت نیست البته پیسگار این آتش است که کشور را از ظلمات رها میدهد التماس مرا سرده مگو که مرا میسوزانی پسری مردیوین هستی مثل ما نیستی سرده روم پیسگار اگر تو نسوزی انجمن نسوزد چگونه کشور از تاریکی به روشنی میرسد پیسگار در حدیث اومده که بخیرترین شما کسی است که قرآن را به مردم می آموزاند. بار اول در تاجیکستان در مرکز پرودوسری همصدا طرز ویدیویی قرآن کریم متن اصل و ترجمه معنی های آن در قرائت امامان کعبه عبدالرحمن از سدیس و ابراهیم از سریم تهیه گردید. در فیته مذکور اولین بار در برابر قرائت 30 جزء 114 سوره قرآن کریم متن اصل با ترجمه پوره مصحف با زبان تاجیکی آورده می شود و جزء و نام سوره قرائت شونده نیز با حروفات کیریلی زبان تاجیکی نوشته شده با منظره های مفتون کننده کشورمان زینت داده شده است. این مصحف شریف هدیه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان بخشیده به 20مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به مردم عزیز کشورمان است. پیسگار در کجایی؟ پیسگار در کجاست میدانی؟ گبزن آخیر پیسگار در کجاست؟ چه شد؟ در کجا؟ پیسگار او برد؟ بله نمیر آخیر به کجا برد؟ نمیدانم کیامینیک چی؟ او کجا رفت؟ نمیدانم همه دنبال یک
گوش کن همینجا آرامانه میشینی اگر گریزی پایهایت رو میشکنم فهمیدی؟ ببخش پایهایت رو شکسته بودم که گوش کن اگر گریختنی شوی چرخهای عرابت رو گرفته هوایش را از قفای تو میبرارم فهمیدی؟ آخر دیگر علاج نمیماند مرا ببخش در اینجا یگون کس هست؟ چرا اینجا کسی نیست؟ амошо бинони муҳтарам полис тоҳоли гид гундузалпро ҷустуҷӯ дорад ки қаблан сардори амниятро гаравгон гирифта буд масъулони амният расмҳои гид гундузалпро дар ҳама ҷо овезон карда аз мардум дархости кӯмак карда истоданд بسیار عجایب در نوار فربه آمده و من میگفتم که تلویزیون 5 کیلو فربه نشان میدهد باور نمیکردم ای برو هم نمیدانم بیاداب ها آها برادر اکا میبخشید در دستشویی بودم نه هیچ گپ نیست چی میخواستید؟ بنزین گرفتنی هستم مالش اکا بهتر الا کدامش؟ اللهش باشد اگر لازم شد دیگرش را خودم پر میکنم خوب شده است همون ماشین است آخر؟ نه بهتر میشد که در یگان ظرف میدادی اکا ببخشید در ظرف نمیدیم از مقامات سند لازم میشود برادر التماس دستگیری کن با یک دوستم میبرم در راه مانده است مالش اکا یک بینم یگان ظرف میوبم تشکر دوستم از کایمینیک و سمی یگون خبری نیست؟ زنگ میزنم جواب نمیدهند. ایستارم باش کنی نقل کن چی شد؟ ایگید به قصر سمی در اومده است همه را کشته است و پیسگور از دستانش گرفته است کایمینیک و سمی به یک عذاب گریختند. این خبری خیلی بد است پس پیسگور تا حال زنده است؟ فکر نمیکنم یکی تو رو کایها کشته به پرتوگاهی پرداخته است. کاش که چنین کرده باشد پیسگور رو نکشند و به سخن درآورند؟ نمیدونم هیچ چیز رو نمیدونم یگون فلاکتی میشود بچه ها از عهده کار نبرآمدند پیکس هم نجات یافت همش آمیخته شد یگون کارمون از روی نقشه عملی نشد شاید حاضر دنبالی ما باشند چی کار میکنیم؟ همینجا شما نمیرسیدید شکر که پلیس آمد اوف از یکیت خلاص شدم یاری دهید پلیس من در اینجایم تقدیرت بلندی کرد ظرف هم یافت سلامت باشه شما هم سلامت باشه پلیس من در اینجایم یک آب ده از یخدان از گرمی دهان و زبانم کاغ شد کار یکم را تمام کنم حاضر میدیم با خیر است در راه موندی من نه یک رفیقم یاری دهید خدایا توبه کی باشد چیکار میکنه در ماشین برادر این پول را گیر و جانت را کچ زودتر زود میگویم زود کمی پس اینجا تماما جزیر میشود مرکزت سوغورته دارد چگونه چرا جزیر میشده است چیکار میکنی اکا مثل فیلم های امریکایی اگر جانت عزیز باشد از اینجا گریز میگویم مرا ربوده است نجات دهید ای برادر چی گپ خودش این چی احوال است یاری دهید مرا ربوده ایستاده است کی را برده ایستاده است من او را ربودم سلاح و تلفن را برآورده پرتا زودتر اکنون دستهایت را بردار
8680 марказ ҳолати таҷилӣ зуд гурӯҳеро равон кунед. дар маркази бензинфурӯшӣ силоҳдоре ҳаст. марказ фаҳмидам. наздиктарин гурӯҳ ба онҷоро равон мекунед. пикас аз қасди писагоро гирифтан мехоҳад дунболи мо шавад. ором бош орзу, аҳволро бадтар карда истодаӣ. намефаҳмед шумо, онҳо дунболи мо мебошанд. касе ба мо коре карда наметавонад, бовар кун маро. ин тавр ки бошад, касаро интизор будем агар? не. кести? кест дар онҷо? بخیر است عزیز خانم. مهمان را انتظار نبودید البته. فکر کردم که نهاری را یک جای دوام میدهیم. پیکاس همش رو میفهمونم. یک نافهمی شده است. من حاضر همه آن نافهمی ها را درست میکنم. ایستا چیکار میکنی؟ بردار سلاحت رو اگر نمیپرانم تو رو. اگر پراندنی شدی رفیقت میمیرد. این کارو کنی یک حیو در محبس مینشینی. پرتا سلاحت رو. بهتر است که تو پرتا یا اینکه رفیقت میمیرد. نه پرتا هر دوتون رو میکشد. دمت رو گیر، خاموش. گوش کن، من نمیخواهم که به کسی ضرر رسد. به خودت و به رفیقت جبر نکن. من را مجبور نکن. التماس سلاحت را پرتا زودتر. خطا میکنی برادر. بشو به من، با من بازی نکن. زودتر پرتا سلاحت را. اکنون با من بگو مینی که مایدهک در کجاست؟ نمیدونم. تو را باور نمیکنم. مرا باور کنندی. مینی که مار در کجاست؟ نمیدونم پیکاس، در اینجا بودم. قسم میخورم که نمیدونم. راست میگویم. با من دروغ مگو. در سری هر دویت میپرانم. اینجا بیا. یگانجا رفتن نمیتوانی. بیا نگریز. آخرین بار میگویم سلاحت را پرتا. میخوای که رفیقت را بکشم؟ نه پرتو پران. من تو را آگاه کردم. مایلش سر ده دوستم رو میپرتویم. پرتا سلاحت را. زودتر پرتا سلاحت را. اینجا بیا. زودتر. زولانه رو ده. زودتر. بده به من. با کارهای کردهتان جواب میدهید. سرد ما رو سرده. چه قدری خواهی داد زن. کسی شما را از دستم نمیگیرد. خیری تو اینجا انتظار شو. من با آرزو صحبت میکنم. اکا این از کجا بر اومد؟ پنهان کرده بود است. خوب لیکن چیکار میکنیم با این و آرزو رو؟ تو اطراف را خوب نظارت کن. اکا ایست من هم با تو میروم. یگان حادثه رخ دهد چی؟ با تو گفتم که اینجا بیمان. خیری من خودم همش رو حل میکنم. معلش اکا یگان احتیاج پیدا شد من در همین جا هستم. شرم نکرده گپ زن. لازم شد همه آنها رو بلنگار میکنم. خوب بیا نباشد هر دو رویم. یک لحظه حاضر میرویم؟ بله. نه که من انتظار میشم. با فکرم با کاری اویلوی دخالت کردن خوب نیست. آخر تو پیشتر آمدن میخواستی؟ اکا فکر میکنم که موافق قاعده من باید اینجا مانم.
با تعقیب دارم. ثابت و خیری به خانه در آمدند. نه، یگان چیزی خیر دیده نمی شود. ثابت خانه در آمد. خوب، انتظار می شوم. یگان چیز شد زنگ می زنم. چه که وعده دادم به هیچ کس ضرری نرسید و نمی رسد. این خیل شدنش را خودم هم نمی خواستم. التماس مرا ببخشید. خیر، من می روم. زود به امنیت زنگ زنید. نام حملگر یگید گندوزال. التماس مرا یابید. بیهوده قوتت را صرف مکن. حالا داد و فیغان گوییت در پیش است. بگو این مینیکی رزیل رسوا در کجاست؟ بگو وگرنه تو را میکشم. گفتم که نمیدونم. یگید که اومد گریختن. زنگ زده فهم. زنگ زدم جواب نمیدهد. زنگ زن گفتم، زنگ زن. بگیر. چرا ما را فروختید؟ چرا فریفته عقل مینیک شدید؟ جزای خیانت خیلی وزنین میگردد. ما گناهی نداریم اخیر. پیامینیک با انجمن بزرگ بخورده است. ثابت سلاحت را پرتا. آرزو را سردی سلاح را میپرتایم. پرتا وگرنه خواهرت میمیرد. هرگز سلاحت را نپرتو. اگر پرتایی تو را همه را هم میکشد. او را پران. تو گم نزن. سلاحت را میپرتایی و یا در سرش میپرانم. پران. من پروایی ندارم. من هم به اینجا برای کشتنی او آمدم. اگر آرزو را کشی یک کار خوبی برایم میکنی، از خاطر تو قاتل خواهر نمیگردم. اکا تو چه هم میگویی؟ تو خودت شنیدی. حتی اکات بی خون بودنت را هم فهمیده است. راتسیا رو ده. یگید گندیزال مراتب آخر در راهی کمربورگاز دیده شده است. با دقت همه گروه ها سواره ماشین 34 GS 140 می باشد. با خود گروگان گرفته است. سردارم، خبری آمد. یکی در کمربورگاز دیده شده است. در نقطه بنزین فروشی با خود گروگان داشته است. پیساگور. دو پلیس کوشش کردند اما یکی موفق شده است که گریزد. از کجا رفتنشان معلوم است؟ نه سردارم، لیکن رقم ماشین را میدانیم. زود تشخیصات راه را سنجیده برایید. کنی بینید از کجا گذر کردند. گفتم که سردارم دیده ایستادم. تا هم گروه را بگو آماده شوند. در حال میبرایم. اطاعت سردارم. سردارم ایزی یگید را یافتیم. ماشین از کنار انادولو گذشته است. از بالای کپروکی بیکوس. فهمو. شما تعقیب کنید. نیازی تو هم با ممدوح زنگ زن. فهم چیکار کرده ایستاده است. فهمو سردارم. گوخان در مدت 5 دقیقه همه را آماده ببینم. اطاعت سردارم. الا سرکمیسر. با من دشی. یک لحظه با سردار گپ زنید. الان ممدوح چیکار کردی؟ سردارم ثابت حالا هم نبرآمده است. چیکار کنم؟ انتظار شوم؟ انتظار شدن گیر. ما پای یگید را یافتیم. کمی دیرتر میبرایم. خوب، شما هم با دقت باشید. تو هم برای کار. رفتیم. بسیار خوب پیکاس. این کار را برای من میکنی. پران، در سرش پران. اکا تو چه گفته ایستاده ای؟ من خواهری تو هستم. خواهری جونی تویم. چگونه چنین میگویی؟ کم نزن. ثابت در میان برادران در آمدن نمیخواهم. اگر خواهی این کار را به تو میگذارم. نه، شما مرحمت کنید. خب میلش. برای من فرقی ندارد. اکا التماس یاریده. خواهش میکنم اکا التجا میکنم. مایلش نپرون. بازی بودنش را فهمیده بودم. ثابت خواهرت برای تو یک ضعیفیت است. فکر مکن که نمیدانم. میدانم که برای چی چنین شده است. سلاحت را پرتا.
نزدیک شو نزدیک شو نزدیک شو اکنون باقی بگرد ثابت دیدی اکا تو رو دوست می‌دارد باز تو او را بد میگویی سرده مرا خواهش میکنم من گناه ندارم باوری دارم که چنین است همش فکری که یمینیک بود ما رو تهدید کرد انجمنی بزرگ هممون را میکشد گفت ما را ترساند مجبور بودیم که با او همراه شویم این نیکایه ها را به دیگران نقل کن ثابت من نمیخواستم راه گرد нӯшокиҳои хуштам аз ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди акваҷус шарбатҳои шифобахш аз меваҳои тоҷикистон бо технологияи замонавии тетрапаки шветсия нархи арзон сифати баланду лаззати бебаҳо зудтар акай собит куҷо гум шудия рости дар ин ҷо ман дарахт шудаму решта мондам راه گرد این پیکس است او هم در درون بوده است آرزو رو با خود میبرد اکای صبحی در کجاست چی گپ شده پیکس پیکس ایست سلاحات را پرت و تسلیم شو ممدو چه سورپریزه خیری خم شو خم نشوم چی؟ من عکسی گفته سرکمسر ممدو کنم نه بهترش خم شوم یکی باز تیر نخورم ممدو سرکمسر مرا دوست می‌دارد خیری صابی در کجاست؟ نمیدونم او با درون رفت خب تو رفته او رو بین من دنبالش میشم مالش اکای ثابت؟ اکای ثابت خوب هستی اکای ثابت؟ اکا چشمانت رو کشو ایستا برادر آرزو کجاست خیری؟ نمیدانم اکا پیکاسو رو گرفته برد با کجا برد؟ من از کجا دانم اکا؟ تو میدونی؟ من نمیدونم ها؟ نمیدونم زودتر راه گرد اجازه دید ما رویم برو گوش میکنم مینیک انقلاب میگفتی چی کردی در آخر چی شد کار پیسگار سردارم عملیات مثلی خواسته همون میرفت که ناگهان یگید پیدا شد یگید؟ بله یگید بعد؟ سردارم جای خواطری نیست چی ما انجام دهیم چی یگید فرق هم ندارد گوش کنید شما چی مگر با من مسخره بازی دارید هر دویتان را در همین در می آویزانم عاقبت خود ما معلوم نیست سردارم چی معنی دارد سردارم؟ روزهای گذشته در بحر میانه زمین بای دادیم حادثه ها نشان میدهد که توگمه را از همین بحر پخش کردن رویدادها با من هم امید بخشید و هم ناامیدی سردارم چی ناامیدی است؟ ناامید از آن که عملیات های موفقی در 3 سال آخر سبب به آن شد که خیرس کلان و برادرهایش همه کارها را در دست خود داشته باشند در آن وقت به ما احتیاج نخواهند داشت بله سردارم دوستهای خارجی همان تا امروز همه گونه عملیاتهایشان را با واسطه ما انجام میدادند دوستهایمان از ما انتظار آنند که خودشان از پس پرده از روی ما دولت را پسانو شینانند لیکن قوه های امنیتی و کارمندان دادگاه مقاومت غیر انتظار روبرو شدیم ягон намуди нақшаи аз байн бурдани нафари якуми ҳукумат дар амал татбиқ нагардид ки боиси беобрӯгии мо шавад вақти дар ҳаво будани ҳавопаймои нафари рақами якум коре накардем ҳавопаймо саломат нишаст حتی
در وقتهای لازمی نتوانستیم به جان وزیرها سوی قصد کنیم. مردم میلتگرا را به کوچه برآورده نتوانستیم. یگان سوی قصد نکردیم تا حکومت از بین رود. سردارم، حتی ثبت شده است که در عملیات‌های مذهبی و جنگسازی قوم‌ها موفقیت به دست آورده نتوانستیم، لیکن همش در گذشته‌مان، همش از بیهنری پیسگار بود. همین است مکان انجمنی گفتند؟ بله. رفتیم می‌درویم. کو ببینیم در درون کی است. ببینیم که کدام فیلم را نوار میگیرند. رفتیم. تنها وارد این مکان شدن این خودکشی است. نه خودکشی نه، بلکه قصاصگیری است. گوش کن یگید، با درون در آمدن ما شرط نیست. هرچی خواهی میگویم، همه چیز را میگویم. اگر در آیم زنده نمیمانیم. گمان میکنی که نه در آی زنده میمانی؟ یا در درون یا در بیرون بین هم میمیری. برای چی فرقی دارد؟ یگید التماس خاموش است. همه‌شان را میسوزانم، تو هم میسوزی. کایمینیک، اگر فکر کنی که توپ را با پیسگار پرتافته خود را یک طرفه میگیری خطا میکنی. چی سببی که باشد در دست اسباب جنگی داخلی داریم. طبق معلومات های دوستان اقتدار، خیرسی کلان با برادرهایش بعد از همه پیشروی ها دست درازی دارند. سردارم، این معنای آن را دارد که بعد از این ما شاهد عملیات های نظامی، سیاسی و اقتصادی ضد کشور خواهیم گشت. خیرسی کلان و برادرانش در هر کاری حکومت ضدیتشان میدهد. انتظار دولت بزانو نشسته بودند، اما کشور روبرو شد که هدف بازیدن نقش در موازنت دنیا دارد. نقشه بزانو شیناندن کشور که عصرها تحریزی شده است از دست داده است. هم آنها هم ما. اگر 10 سال پیش دوستهای خارجی امان 5 میلیارد دلار را میگرفتند، اقتصادشان فلج میشد. حاضر 50 میلیارد هم گیرند، تأثیر هم نمیکند. تا دیروز با توصیه های سیاست خارجه کشور مثل برچه اطاعت میکرد. حالا در سیستم تأسیس داده خیرسی کلان و برادرانش همه را به میدان دعوت دارد. باور کنید من هم روی راست در حیرتم. کشور به یک نقطه آمده است که در کشورهای جنوب و شرقی که جنگ باید شود برادری دارند. در برابر کارهای خیرسی کلان و برادرها ما باید برای کشوری ناتوان ساختن قدم گذاریم. برای عمل این هدف از همه کارهای آسان و معلوم ترور و غوغا است. سردارم، دوستان صادقمان پس از 30 سال از خواب زمستانه بیدار شدند. اگر در یک ماه آخر قتل عام را برزیاد کنیم، حکومت هم از درون و هم از بیرون ضعیف می‌گردد. صف مخالفت هم زیاده می‌گردد. در برابر اشک چشمان به شهیدان باز موضوع بیکاری، گرسنگی و بیچارگی سر باید زدن. در جامعه درک خشم را بیدار باید کرد. سردارم، سر و صده ها درباره فاجعه های بزرگ پهن باید کرد. جداشوی و خودکشی ها را زیاد نشان باید داد. سپارش های مخصوص و نشاندادهای تیار شده را نشر باید کرد. از همه مهمش صندوقی که برای آوازدهی در دیگرگونی قانون تقسیم می شود و آن اسلوبی که ما را امعا کرده است ایواز نباید شود. در تیر ماه ضربه طلایی را یک جایه به دوستان بیرونه عملی می گردانیم. اگر ناموفق شویم نوبت تصفیه ما می شود. اگر ناموفق شویم خیالهای انتخابی 2011 و انتخابی پرزیدنتی 2012 و به دست آوردن نقشه ها را با خاکسترهایمان دفن میکنیم. جنابان، ما را درست میفهمید آخر؟ خیلی خوب، خیلی هم خوب میفهمیم. یگان شبهه‌ای نکنید.
اکنون میتواند روید. ها از مردن پسگار مطمئن باشد و بعد خبر دهید. اطاعت سردارم. خواطر مباشید. این کیامینیک به کجا رفته باشد؟ یگون فکری ندارم. بگو میگویم بگو. پیکاس مرا سوزاندی و البته که جواب همش راستو میپرسم. چیکاری جون؟ که حمله کرد؟ میرسانم که عجلتان رسید. یگید آمد. پیسری مرد ایون یگید آمد. همه تان را زنده به زنده میسوزانم. باورم نمیآید. باز یگید. وقتی از اوش روی نیست. زود پنهان باید شویم. حتی باید گریزیم. از این هیچ خلاصی نیفتیم. این کلت رحم نمیکن. میکشد. با خود بیا مینیک. با سرمان جادوی بدبختی نیار. راه کرد. زودتر. این آتش شما بر این کرها و به ایمانها را سوختن نابود میسازد. آن تاریکی را که شما با آن کشور را احاطه کردنید من با این آتش روشن میکنم. مرا میشنوید شما؟ التماس نکن یگید. التماس رحم کن با من. رحم کنم؟ چرا با تو رحم کنم پیسگار؟ ها؟ مگر هنگامی کشتن پدر و همسرم تو رحم کردی؟ وقتی که با کشتار کودکان مکتب بمبگذاری میکردی چرا رحمت نیامد؟ به همدستی سازمانهای تروریستی چقدر جوانها رو شهید کردید. باز هم میخواید که به شما رحم کنم؟ چرا رحم کنم ها؟ گبزن چرا با تو رحم کنم؟ همش لازم بود. برای پایداری کشور همش لازم بود. معلوم میشود که تو حالا از کرده پشیمان نیستی. چه خیل پایداری کشور و پای دیواری وطن بمب و بارود میگذارید. باز دعوای محافظت آن را میکنید. پس در همین جا مردن تو و تو بر این رزیلان این خدمتی بزرگه برای وطن خواهد بود. سیواش مرکز مکان یگید گوندوزال معلوم شده است؟ با مرکز خبر رسید ماشین یگید گوندوزال در کمور بولگاز دیده شد. فهمیده شد. سردارم خیلی نزدیکی. نیازی با کجا رفته باشد؟ اینجا یگان جای دقت جلب کننده است؟ نمیدونم سردارم. همه اطراف را میکنیم. با بچه ها بگو همه جا را تحت نظارت گیرم. اطاعت سردار. مراتبه آخران میپرسم این کیامینیک با کی گفته رفته باشد؟ انجمن. شاید به انجمنی بزرگ رفته باشد. اگر با پیسگار یگان کار شود جوابی وزنین تری خواهی داد آرزو. الو سردارم پیکاس را گم کردم لیکن در همین جای ها باید باشد. تا به سوی کندیجه می رفتم یکی گمش کردم. کندیجه؟ ما هم در همون جاییم. یکی را تعقیب داریم. معلوم می شود که یک سمت می رویم. یافتی در حال خبر ده. اطاعت سردارم. شما هم. انا پیکاس. بخیر از جنابان. جواب نداده کجا می روید؟ این چی سراسه مگی؟ در وقتش آمدی برادر جانیم. من هم کوششی در علاقه شدن تو را داشتم. چی خوب کردی که آمدی؟ گب نزن مینیکی پلیدی میدهاک. هر دویتون یک طرف ایستید. همه‌تان را میکشم. با من و پسگار خیانت کردید. ما را فروختید. کی؟ ما مگر؟ این چی سخنهای آقای پیکاس؟ خطا میکنی. گوش کن همش از دست یگید سر زد.
چخیلی که تو میدونی اون ما رو با یکدیگر جنگ انداخته ایستاده. در نهایی هم یگید به من حمله کرد. تو اینجا فقر رو تلف میدهی. یگید باشد پیستگار رو میکشد. سگار رو حالا زنده است مگر؟ زنده است البته، در درون است. یگید کمی پیشتر او رو به اینجا آورد. نکشتن نجات داشته، التجا میکنه. با این دروغ ها کوشش خلاص کنی نکن. چی دروغ؟ ماشینش هم در همین جا حاضر آمدن. با ما بحث کرده وقت رو از دست نده. ما دائما آماده امری توییم. اگر بمیرد برای همه ما یک تلفی بزرگ خواهد بود. زود پیکاز، باز چقدر انتظار میشوی؟ قسم با ناموسم که دروغ نمیگویم پیکاز. زود باش. در آنجا کسی باشد به من گوش دهد. عاقبت همه‌تان مردن است. التماس نکنی گیت نسوزان. چی گپ است در بیرون؟ کی درون در آمده است؟ نمیدونم جناب، کو رفته بینم. در اونجا کسی نیست، اما صدای سلاح میآید. زود رای پنهانی را گشا، از اینجا میرویم. نسوزان دیگه. ای نسوزان، ای نسوزان. سوختم، یاردم زودتر باشید، زودتر باشید. گشاده نمیشود. زودتر. هر دویتون در ماشین شینید. دیر نشده پیسگار سردار را نجات ده. زودتر باش. اگر دروغ بگوید این مراتب هر دویتون را کشته کباب کرده میخورم. فهمو در حال میایم. تا ما نرسیم مقابلت نشان نده. زودتر پلیس نامد از اینجا گریختن لازم. بگیر برداریم اون را. پلیس دستهایتان را بردارید. حرکت نکنید. با تو گفتم حرکت نکن. شما عقب روید. دستها رو بردارید. زودتر گفتم. یگی در درون است. پیستگار را میکشد. زودتر دستگیر کنید. یگی در درون است. ها، با پیسگار یک جای آمدند. او رو میکشن. زودتر باشید. لابه میندو. سردارم در کجایید؟ خیلی کم مانده است. میرسیم. چی شد؟ یگی در درون است. از اینجا بوی سوختگی میآید. این دفعه انیق پیسگار را سوزانده است. چی ها میگویی تو؟ سردارم زودتر باشد. مایلش حاضر میرسیم.
سلام جنابان. در اون خیلی تفسان است، همین خیلی نه؟ خود تو کیستی؟ ببخشید خودم را شناس نکردم. من یگید در دستم بوده جنوری 9 میلیمتره 6 تیر دارد. تیر یکم معلوم است که قاتلان اساسی پدرم شمایید. شما آن رزیلانید که سالهای زیاد این کشور را به اشک خونین و سیلاب خرج و مرج غرق کردنی بوده. چی ها میگویی برادر؟ چگونه خون و چگونه خرج و آدمی که با شما ارتباطی ندارد، پس چرا از در این مخفی میگریزد؟ گریزندگان پنهانی این حشرات های درونی خانه‌اند. متکا و فرماندهی پیسگار شما هستید. پیسگار خو این است. ما برای کشورمان کار میکردیم، اون ما را فروخت، با کشور خیانت کرد. همین خیل گوید؟ شما امرها را از کی میگیرید؟ از اشتراکچیان محفل های تاریکی مگر؟ از مبلغ ترور، از آنهایی که با جان و خون بازی میکنند؟ جنابی بزرگ از کجا تکمچه شما را پخش میکنند؟ دروغ محض است، همش تهمت، افترا. ما تنها وطن دوستدارانیم، ما به هیچ کجا رابطه نداریم. یکی یه لحظه گوش کن مرا، خطای کلانی را میکنی. ببین خطا را چونین میکنم. من اکنون خطا نمیکنم. نشونوید صدها سال است که پایه کشور را رخنه زدید، غرق جهالت ها کردید، برای بدار آویختن سروزیر انقلاب ها سازمان دادید، برادر را با برادر دشمن کردید، تراری لعنت را به سرمان باریدید، نوده های امید را شکسته خزان کردید. همه این عمل های رزیلانتان بی جزا میماند مگر؟ اکنون خلق بیدار شد. من و هزارها مثل من دست به گریبانتان بردند. گذشته ها گذشته، اکنون نوبتی گذشتن شما رسیده است. ریشه همتان خشک می شود. تا روز قیامت کسی سرش را از سراغه پنهان کردهش برآوردن نمیتواند. با ترس زندگی خواهید کرد، مثل روباهی پلید. پلیدانه زندگی میکنید و پلیدانه میمیرید. یگید برای گرفتن جانت میآیم. برو به میدان. مرد باشی برو. من در این جایم پیکس. ساختن پیسگار را تماشا دارم. تو هم بیا، لیکن در درون گوی مرداران سیخته باز تو را ناراحت نکند. با اجازت شما کار را باید تمام کنم. پیسگار به جهنم رفت، خودش تنها غمگین می شود. پیکس را هم به نظر روان می کنم. بازیتان را در جهنم دوام می دهید. التماس نکنی یگید. نپرون یگید، نپرون. یگید برو به میدان. سگار سردارم، چگونه به این حال آوردم؟ برای خونت خون میگیرم، و تو وعده میدیم دستت رو میگیرم. یگید پنهان نشو. برو مردانوار، برو با پیشا. تو نامرد چرا از مردانگی حرف میزنی؟ من هستم برو، ترسیدم میگریزی. پیکس ترسوی گریزان این تویی. نگیرم به هیچ کجا نمیروم. تو را هم به نزد پیسگار روان میکنم. غمگین مشو که از او جدا شده ای. رفتاری که با پیسگار کردی جواب میدی. من تنها به الله حساب میدهم، دیگر نه به هیچ کس. خاکی وطن تازه کردن تو بر این پلیدان برگردنم قرض و فرض است. دیگر به هیچ کدامتان در این کشور جا نیست. پیکس ریشه همتان را خشک میکنم. سطح را باز کن، برو به میدان. خب یگید تو بر این ها را از کشور کی تازه میکنه؟ بگو.
فکر میکنی که این کاری خوب کرده ایستاده ای؟ بگو از من چی وقت داری؟ تو هم مثل من قاتل دست به خون هستی. قاتلی خون بده است. یکی تو را میکشم. تو را میکشم یکی. چرا لافی بیهوده میزنی پلید؟ بگذار در دیلت ارمان نماند. در پسی من نجیب سردار است، ممدو است. در آخیب تو که است؟ دوسه موشی حرام، دوسه شغالی ترزانچک و مثل خودت دوسه خاینی حرامی دیگر هست و خلاص. نه یگید 5-6 نفرم را کشتی. فکر میکنی که لاهی 300 ساله را نصف کردی؟ از خرابازی نکنی یگید. بس از این قدر سفسطه گویی کنی برا با میدان، برا تسانچه. یاسیس خطاب خاموش کنک و یاروی تجدید رقابته. کمک طلب کن زودتر. حاضر سردارم. با دقتی همه دسته ها یاری تجدیدی و سلطان خاموشت را روان کنید. یاری تجدیدی برا با میدان. از ترس تر کرده ای. شیمد رای وزداری. همین خیل نه. تنها زورت به آنه میرسد که های فلج شده است. برا با میدان. چه نگاه داری؟ من در این جایم. برا با میدان. ترسان چپ. با میدان برا. برا. همین خلکه همه مشخانهایتان را میدانم. پرتا سلاحت را. پرتا. میدانی برای کشتن تو امروز را چقدر انتظار بوده؟ نخواد. این فرصت دوباره به دستت نمی آید. فرصت که داری زود حل کن. با کمال میل. از اونه که با دست کیامینیک میمیرم بهتر از دست تو بمیرم یگید. اگر این فرصت دوباره به دست من میرسیده باشد، امروز نصیبه برای کار از من بوده است. هوس کشتن تو نصیبه من بوده است. خیر گید. خیر. шифоёбии эҳсоси гуворое барои ҷисму рӯҳ аст ва муҳим аст ки шумо беморро бо усули комилан бехавф ва муосир табобат кунед. маркази тиббии табобати чинӣ ҳамин гуна усулҳои анъанавӣ ва муосирро барои шифоёбиятон пешниҳод мекунад. сӯзанзании чинӣ, гиёҳдармонӣ, табобати маризиҳои қалб, фишори хун, пӯст, амрози занона, гӯш ва бинӣ, бемориҳои урологӣ, узвҳои даруна, сутумуҳра ва амсоли ин акнун дар як марказ берӯзи истироҳат барои шумо пешниҳод мегардад. акнун шумо имкон доред ки бо истифодаи таҷҳизоти муосир аз санги гурда бе кадом ҷарроҳӣ ва изи он халос шавед. суроға шаҳри душанбе, маҳаллаи 65, кӯчаи фирдавси 8. маркази табобати чинӣ. шифоёбӣ инҷо арзону осон аст. пенҷианаев. масъаларо худатон бинед. тоҷикон ҳолӣ дар студияи симо пешниҳод мекунад. عاشق شدم بلا زیبا زیبای من زیبا تنهای من. این آلبوم از دیگر آلبوم‌ها با کلی فرق میکنه. шоу клипҳои ҷадиди Пенҷианаев дар як албом бо номи рӯё.
албоми таронаҳои тозаи Пинҷианаев бо номи «Рӯё» аллакай дар фурӯш аст.